سلام به همه شما پادکستچیان عزیز. همه شما را خوش آمدید میگم به کانال فرهناز لایو. با سهم تمام پادکستچیان خود میرسانم که شرکت جورابک یعنی اکای جورابک به تمام آن نفرانی که میخواهند از گرانیسا گذرند به یگان مانعی به یگان مشکلی به شما کمک میکنند. انا همین رقم هایی که در زیر اکران های شما هست زنگ بزنید نویسید به شما اکای جورابک کمک میکنند. و آن نفرانی که زیاد به ما مراجعت کردن که انا اون نفرانی که میگن برای سرحد به ما کمک میکنن ما گذاشتن نمیتونیم که برای ما مشکلی است. این آوازه ها دروغ هستن. به شما میتواند که آواز دادن از گرانیسا گذرد با یاردم اکای جورابک. اینا بچه‌ها ای گرانیسا اومدن بچه‌ها اینا ساخت سلامت ای خودشون پرسین این دادت بگو مردم یوتیوب کراچی ما اینا دین رفتیم نسل باشه سهر ساعتهای 18 اونجا گرانیسا اومدیم کسی مقصد رفتنه نه یکا گفت که او وادی تلیسوزای برده شرکت جورابک اما کاغ ندای بردارا یگم پروبکا نیستای به پروبکا میرای میوی سلام علیکم مردم صبح خوبه ما همین اکا خطی رفتیم اکای جورابک خطی صبح سلامت اینا یکنیم روز وعده کرد یکنیم روز رفتیم دکمه نداشتیم دک سوز کردن گذاشتیم اینا اومدیم انشالله 2 ساعت پس میریم جوموندا میرسیم. سلام عرض میکنم به همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایو. میدونم که بعد از یک چند مدت های طولانی خاموشی فرهناز برگشت به نزد مخلصانش برگشت به کانال فرهناز لایو که انا همین گونه پروژه که با بین مخلصان بود چی با خرسندی مخلصانش شریک بود و چی با ذکری مخلصانش شریک بود بعد از چند مدت طولانی برگشت به نزد شما. میدونم که یک چند نفرانی که من کلی 3 ماه که از 3 ماه زیادتر که من در سایت نبودم و آوازه ها پیدا هم شد که در سایت هایم نوشتم به خانه هایم آمدم و طریق تلفن که من رقم های خود را یک چند مدتی وصل کرده بودم و به نزدم آمدم و چندین نفرها اپای فرهناز چرا شما از سایت برآمده چرا شما صحنه را ترک کردید مخلصان خود را ترک کردید و این گونه سوالها بی‌نهایت زیاد بودند و امروز من خواستم که از خودم بفهمید که من چرا یک مدت از مخلصانم دور بودم و من سبب اساسی برای آن برگشتم که مخلصان زیادم از هر گونه ناحیه‌های دوردست به نزدم آمدن و خواهش کردن که اپای فرهناز برگرد و من که نتوانستم دل بکنم از آن ساحه‌ای که هستم و با مخلصانم برگشتم به نزد شما. ولی من میخواهم که برگشتنم سببش را هم برای گفتن بعد یک چیز است که آن پروژه‌ای که من پیش می‌بردم چی برنامه گل ناز بود چی برنامه خیرخواهانه بود و اون نفرانی که می‌خواهند من آینده چی برنامه ها را پیش بریم شما میتوانید که در زیر اکران ها در کامنتاری ها نویسید که اپای فرهناز ما فلان برنامه رو ما از شما انتظار هستیم. ولی یک چیز دیگر مرا بی‌نهایت غمگین کرد پیش از که من برگشتم به صحنه به نزد مخلصانم آنچنانی که هوسمند بودم که برگشتم آنگونه نیست زیرا در بین انا همین قدر مخلصانی که مرا انتظار بودن که هر روز میگفتم برگرد و باز آن نفرانی که هستن که من نمیدونم چرا آن نفران میخواهند من با آنها چی بدی کردم نمیدونم یا که نمیدونم چی باشد که خود همین رو نفهمیدم که هر روز با یک بهانه یک صورتی ما را گرفته در سایت ها هر گونه نوشته جات می نویسم میپرتایم و هر گونه که پای فرهناز سخنهای قبیح گفته در سایت های اجتماعی روز تا روز پرتافته هستم و به خودم روان میکنم. من همین را نفهمیدم که برای چی من در هرچند کوشش میکنم که با برنامه خیرخواهانه با برنامه شاد کننده در نزد شما باشم در بر شما باشم کمی هم توانم دست کمک دراز کنم برای شما. ولی من حیرانم اون نفرانه که چرا از پس پرده اینقدر از نزدیک نمیبرن آن سخنانی که میخواهیم برای من گفتن. خب بیاید با من صحبت کنید که در سایت اجتماعی من نویسه من جواب میتیم ولی از دور خود را نشان نمیدیم و نمیگن که کی هستند چی میخواهند ولی چنین کارهای ناشایان را پیش میبرند و بازم میگم که من برگشتم همه شما رو دوست میدارم و آن برنامه هایی را که از من انتظار هستید برای نویسید پیشنهاد کنید حتما پیش میبرم. باقی انا همین سامانه فرهناز لایو را حرف نسازید و پادکست کنید و فرهناز لایو با شماست.